واقعا مثل اینکه مثل بقیه نیست، واقعا حرفاش راست بوده، این پسر خوبیه. و دیگه دفعه ازش واقعا خوشم میومد، دیگه رفت آمد میکردیم و دیگه خوشمون اومده بود هم دیگه. بعد دیگه گذشت چند ماه گذشت، همه چی اوکی بود. بعد شبش که من داشتم محل کارم تعطیل می‌شدم، اون روز ما یه روز بسیار سخت داشتیم، یعنی خیلی افتضاح بود، انقدر اذیتمون کردن اونجا. بعد به من زنگ زد گفت بریم بیرون. بعد من واقعا خسته بودم، یعنی واقعا دیدیم پیش میاد مثلا یه سری وقتا نمیتونی بری بیرون، حالشو نداری. من گفت بریم بیرون، نه اینجوری که نمیتونم و خستم و از این حرفا. بگو چی شد؟ من بیرون نرفتم. بگو چی شد فقط. من خوابیدم اون شب و صبح بلند شدم رفتم داخل اینستا دیدم همه استوری گذاشتن که آره تسلیت. عکس اون بنده خدا چی شد؟ یعنی چی؟ داستان چیه؟ چون من هیچ خبر ندارم هیچی دیگه. بعد من رفتم سر کار. بعد دیدم مثلا همکارم هم نیومده که بخوام بپرسم داستان چیه. بعد همکارم اومد مثلا یه جوری طبیعی جلوه داد که آره مثلا اتفاقی نیفتاده. بعد بهش گفتم چی شده؟ گفت که چی شده؟ چیزی نشده. گفتم من میدونم، فقط من بگو کی این اتفاق افتاده، چی شده واقعیه؟ و زد زیر گریه و بغضش ترکید، گفت آره فوت کرده. پاشدم رفتم مراسم خاکسپاریش. بعد مامانش اینجوری بود که واقعا نمیدونم شانس منه شانس اون بنده خداست، مامانش اینجوری میگه، گفتش که گفت حلقه برات گرفتیم که عید بیاد خواستگاری، رفتش دیگه نتونست بیاد. بعد من اینجوری بودم که خدایا چرا الان باید این شکلی بشه، چرا؟ خب من تصادف کرده بود. من اون لحظه اینجوری بودم که حتی اگه منم میرفتم باز شاید این اتفاق میافتاد، یعنی کلا این تو تقدیر آدم نوشته شده دیگه، شاید اگه میرفتم باز این اتفاق میافتاد. خیلی ناراحت شدم از این ماجرا. فکر کنم یه 4 سالی میشه. این لباس خوشگل خریدم که خوشگله. بچا بذار برم آماده شم، لباسامو بپوشم، یا لباس خوشگلمو نشونتون بدم. آماده شم. بچا اینه لباسم. ولی خب هنوز اونجوری که باید استایلش نکردم، چون نمیدونم باید با دامن خودش بپوشم یا شلوار. آینه‌مو نمیدونم خیلی تمیزه. خب شما آینه‌مو رو نبینید لطفا. نه خیلی دوستش دارم. تا ویدیو بعدی خدافظ. یکم نزدیک من با من برقص خوشگلم، آقا کمر باری که من میشه تو گیره دلم، بیا که عاشقت بشم، میخوام همه دنیات بشم.